شوهرم اینولیتی مادرزادگی دارم. 2 فرزندی نابالغ دارم. نفقه نمیگیرم. در دهه مکتب فرار شده کار میکنم. 300 سامانی معاش میگیرم. آن کفایگی نمیکند. حاضر کن اسی تا 8 توت میبرم. چادر میدارم. یک ماه و چادر دارم. 15 سامانی میتیه. خانه های کنه افتادگی میخوای. رحمتی کلان که خیرات می امکوت شما افتادگی. البته حج به خدا اگر خواهد میرم، لیکن اول فهمیش منبع حج فرض شویش است. اگر خانتان در وقتی که میبروید تامین باشد، همین 1 ماه باشد، همین 1 ماه تامین باشد، پدر مادر تامین باشند، خواهر دادر خواهرزاده خویشتوار تامین باشند. بعد از این غیر از گرد همسایه ها گرد اطراف تامین باشند. ضرور می‌دانم که اول همین کارها را کنم، سالی من به فرض میشد، خدا خواهد من میرم البته.